در جوامع اسلامی افزایش تحصیلات همگانی به وضوح به پیوستگی کارگران و روشنفکران منجر می‌شود. این پیوستگی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در جوامع پیشرفته صنعتی نیز مشهود است. روشنفکران دیگر تنها در خدمت طبقه کارگر نیستند، بلکه به عنوان نیروی فعال در تولید مادی و معنوی جامعه شناخته می‌شوند. با رشد سریع تعداد روشنفکران این سوال مطرح می‌شود: آیا واقعاً می‌توان گفت که قشر بزرگتر در خدمت اقلیت قرار دارد؟ این نوع تفکر بازگشت به جامعه طبقاتی است. در دنیای امروز هر گونه تلاش برای جداسازی کارگران و روشنفکران نه تنها غیرعلمی است، بلکه محکوم به شکست است. دموکراسی این پیوستگی را تسریع می‌کند و هر گونه مقاومت در برابر آن به زوال حاکمان منجر خواهد شد. جامعه آینده جامعه‌ای است که در آن روشنفکران و کارگران به یکدیگر پیوسته و در تولید نعمت‌های مادی و معنوی مشارکت خواهند داشت.